بعد از هر وعده غذایی هم آب در اختیارش میذاریم، هر چقدر که میخواد آب بخوره. به تدریج از 9 ماهگی باید دفعات شیردهی رو کم کنیم. توی 1 سالگی که میرسیم 3 تا 4 وعده شیر در طول روز داریم، در طول شب اصلا دیگه شیردهی نداریم و 3 وعده غذای اصلی داریم و 3 تا میان وعده داریم. 2 تا ماده غذایی که احتمال آلرژی زایی دارن و با هم برای اولین بار به بچه نمیدیم. هر ماده غذایی با احتمال آلرژی رو با فاصله از ماده غذایی دیگه امتحان میکنیم. مکان غذا خوردنمون از همون 6 ماهگی باید ثابت باشه، نباید در جای مختلف خونه برای بچه غذا بذاریم و نباید در حضور تلویزیون و موبایل باشه. از همون بار اولی که غذا شروع میکنید قانون نبودن تلویزیون و موبایل رو رعایت کنید. بعد از خوردن هر قاشق غذا نباید واکنش هیجانی و تشویقای شدید برای بچه انجام بدیم. بچه اگر متوجه بشه که غذا خوردنش یه مسئله خیلی خاص برای خانواده محسوب میشه، استفاده میکنه از این شگرد که غذا نخوره و اون چیزی که میخواد رو از خانواده بگیره ولو به یک توجه ساده. به جای اینکه به غذا خوردن بچه واکنش شدید نشون بدیم، راه درستش اینه که خودمون موقع غذا خوردن لذت غذا خوردن، جویدن و قورت دادن رو به بچه‌مون نشون بدیم. خودمون از غذا زیادی لذت ببریم بیش از حد و هیجانی که بچه تشویق بشه به غذا خوردن، ولی به غذا خوردن بچه‌مون واکنشی نشون ندیم. خیلی حالا بریم چند تا چیزای مناسبی که برای بچه بعد از 6 ماهگی مهمن رو بگیم. نونای مناسب و غلات مناسب رو بخوایم بگیم، بدترین غلات موجود در بازار ما در حال حاضر برنج، چیزیه که اصلا ما قبلا باهاش غذای کمکی رو شروع می‌کردیم. الان میگیم بهتره با برنج غذای کمکی شروع نشه. برنج ما سطح آرسنیک خیلی بالایی داره، چه برنجای هندی که توی ایران استفاده میشن، چه برنجای خود ایران به خاطر خاک نامناسبمون آرسنیک خیلی بالایی داره. اگه میخواین توی غذای کودکتون برنج استفاده کنین، حتما 8 تا 12 ساعت با آب سرد خیس شده باشه، آبش رو دور بریزین. بهترین روش پختش برای کاهش آرسنیکش هم آبکش کردن برنجه. با همه این تفاصیل بهتره تو همه وعده های غذایی بچه‌هاتون برنج نباشه. این خیلی مسئله مهمیه. خب حالا میگم وقتی که ما با آب برنج رو بشوریم، حجم زیادی از گروه ویتامینای بیش از بین میره. درست میگن رو ویتامینای بی برنج برای بچه‌تون حساب نکنید، چون نمیارزه به حجم آرسنیکی که به بچه میدیم. توی غلات چیزی که کمترین میزان آرسنیکو داره جوی دوسره. جوی دوسر هم از برنج فیبر بیشتری داره، هم خیلی آرسنیک کمتری داره. برای همین ما میگیم اگر میخواین از روش سنتی برای شروع غذا شروع بکنید، فرنی رو بهتره با آرد جوی دوسر شروع کنید به جای برنج. بهترین نونی که الان توی بازار ایران موجوده برای بچه‌ها نون سنگکه و نونای توست قهوه‌ای. نون تافتون و نون لواش نونای مناسبی نیستن اصلا برای شروع غذای کمکی. هم احتمال خفگی دارن، هم آرد کاملا سفید و بدون سبوس دارن، هم نمک توی این نون زیاده و بهتره از همون اول شروع غذای کمکی همه غلاتتون رو سبوسدار استفاده کنید. پروتئینای مناسب برای بچه‌ها چیه؟ بهترین گوشت برای بچه‌ها گوشت ماهی و مرغ. گوشت قرمز میدونین که اصلا دیگه اثبات شده که خیلی زیاد با سرطان‌های دستگاه گوارش در ارتباطن، با ریت شیوع بیماری‌های اتوایمیون در ارتباط مصرف گوشت گاو و گوشت گوسفند. بهترین گوشتی که توی بازار هست گوشت مرغ و ماهیه. بچه‌ها حجم آهن و پروتئین گوشت مرغ و ماهی با گوشت قرمز یکیه. یعنی فکر نکنید اگه بچه‌تون گوشت قرمز نخوره بهش آهن نمیرسه. تخم مرغ رو زیر 1 سالگی 1 روز در میون میتونین استفاده کنین، یه دونه، و بعد از 1 سالگی هر روز. در مورد تخم بلدرچین هم تحقیقاتی که انجام شده تفاوتی خیلی از نظر کلسیوم و ویتامینا با تخم مرغ نداره. سطح سلنیومش یکم از تخم مرغ بیشتره. هر 3 تا 5 تا تخم بلدرچین معادل 1 تخم مرغه. خیلی سخته که یه بچه‌ای بتونه روزی 3 تا 5 تا تخم بلدرچین رو بخوره. بر همین خیلی اصراری نداشته باشین روش.
چند تا منبع پروتئین گیاهی رو اگه براتون نام ببرم، مهمترینش که کینوآه. کینوآ الان توی بازار هست، کینوآی سفید و کینوآی سیاه توی بازار هست، معمولا بسته‌بندی‌های مغازه‌ای سوپرمارکتی داره. کینوآ یه چیزیه که میتونه جایگزین برنج بشه، با این تفاوت که برنج یه منبع کربوهیدراته، کینوآ یه منبع پروتئینه. خیلی خیلی ارزش غذایی بالایی داره، دقیقاً مثل برنج پخته میشه و میشه با خورش هم حتی خوردش. دانه چیا یک دونه‌ایه خیلی شبیه به تخم ریحان یا تخم شربتی. اگر توی بازار ببینیدش، چیزیه که وقتی توی آب میریزینش لعاب میندازه. این دانه چیا ارزش غذاییش از تخم شربتی و دونه ریحون خیلی بیشتره. باز یه منبع خیلی بزرگ پروتئینه، میشه باهاش انواع دسر درست کرد چون لعاب میندازه. اوایل که برای بچه شروع میکنید ممکنه نتونه دونه هاشو بخوره، میتونید فقط لعابشو بدید بخوره، بعد عادت میکنه دونه هاش هم میخوره. خیلی ارزش غذاییش خیلی زیاده. نخود و عدس هم منبع پروتئین گیاهی هستن. نخود برخلاف اینکه ما خیلی توی رژیم غذاییمون نداریمش، توی کشورهای دیگه خیلی استفاده میشه و یه منبع خیلی خوب از پروتئین و آهن. خیلی توی رشد بچه‌ها تاثیر خوبی داره. و جوانه گندم، جوانه شبدر، جوانه ماش، عدس خیلی خیلی ارزش غذایی بالایی دارن. بچه‌ها پودر جوانه ها که توی بازار به عنوان سویق و این چیزا فروخته میشن خیلی ارزش غذایی ندارن. جوانه ها هرچی تازه تر استفاده بشن، جذب پروتئینشون و زیست دستیابی پروتئینشون بالاتره. بنابراین خوش شده پودر شدهش خیلی چیز با ارزشی نیست. بهتره خودتون درست کنین و بهتر هم هست که تازه استفاده بشه. خب یه چیز دیگه در مورد نخود من بهتون بگم. یه سری بچه‌ها حساسیت به تخم مرغ دارن. اگر که نخود رو بریزید توی آب و بذارید بجوشه، یکی دو ساعت بجوشه، آبش رو بریزید توی مخلوط کن و حسابی همش بزنید، یه مایع کفی مثل تخم مرغ زده شده دستتون میاد. ارزش غذاییش به اندازه تخم مرغ نیست، ولی میشه توی کیک یا هر چیزی که شما سفیده تخم مرغ براش استفاده میکردین مثل کوکو استفاده بشه و جایگزین سفیده تخم مرغ بشه. چربی مناسب برای بچه هامون چیه؟ بهترین چربی که میشه برای بچه استفاده کرد آووکادو هست. آووکادو یه منبع غنی از چربی گیاهیه. زیتون و بادام زمینیه که خب کره بادام زمینی یکی از مهمترین وعده های غذایی بچه ها توی خیلی از کشورهای دیگه است که در واقع به عنوان وعده صبحانه یا میان وعده کره بادام زمینی رو دارن. چربی خیلی خوبی داره، منبع خیلی غنی از چربی‌های مفیده که برای رشد مغزی ارزش دارن. اگر بخوایم روغنایی که توی بازار ما هستن و بگیم کدوم از کدوم بهترن، بهترین روغنای موجود در بازار روغنای مایع‌های گیاهی هستن. بعدش روغن جامد حیوانیه، نه روغن جامد گیاهی. یعنی روغنای جامد حیوانی از روغن جامد گیاهی خیلی بهترن اگر بخوایم استفاده کنیم. بعدش کره حیوانیه، بعدش که دیگه بدترین نوع روغنای ما میشه روغن نباتی و کره های گیاهی مثل مارگارین که توی بازار هستن. اصلا چیزای خوبی نیست. یعنی اگه رفتین تو سوپرمارکت کره برداشتین روش نگاه کنید ببینید کره‌ای که برداشتید گیاهیه یا حیوانی. کره حیوانی بردارید، کره گیاهی ندارید. خب در مورد آهن، معمولا از زمانی که غذای کمکی شروع میکنیم ما آهن برای بچه‌هامون شروع میکنیم. حجم آهنی که استفاده میکنیم 15 میلی گرم روزانه هستش. و اصلا چرا آهن شروع میکنیم؟ ما آهن شروع نمی کنیم که کم خون نشن بچه‌هامون. ثابت شده که ذخیره آهن بدن بچه‌های ما برای رشد کامل مغزشون کفایت نمی‌کنه. بنابراین ما آهنی که توی 2 سال اول زندگی به بچه‌هامون میدیم صرفاً برای رشد کامل مغزشون میدیم. ممکنه یه بچه قرار بوده آیکیو 120 داشته باشه، آهنشو بهش ندین آیکیوش میشه 100. دیگه حالا این 20 هم نمیشه کاریش کرد دیگه بعد از 2 سالگی. معمولا آهن باعث پوسیدگی دندان نمیشه.
خیلی این نکته مهمیه. همه مامان بابا وقتی میان پیش ما دندونه بچه‌شون سیاهه میگن آهن سیاهش کرده. آهنا دندون میتونن مینای دندون رو لکه‌های کوچیک خاکستری بندازن، ولی بافت دندون رو آسیب نمیزنن. دندون باید یه تیکه و سالم باشه. چی میشه که بعد از 6 ماهگی بچه‌ها دندوناشون پوسیده میشه؟ در واقع ما تقریبا قطع شیر شبانمون همزمان با رویش اولین دندان هاست. وقتی یه بچه شیر شبانش قطع نمیشه، دندون شب تا صبح در معرض قند شیره و دهنش هم بسته است و به شدت این دندون شروع به پوسیدگی میکنه. سرعت پوسیدگی دندان بچه‌ها 30 برابر سرعت پوسیدگی دندان ماست. اگر شروع شد نمیتونین جلوشو بگیرین. معمولا باید از رویش اولین دندان مسواک زدن شروع کنی. باید بعد از هر چیز قندی که به بچه‌هاتون میدین آب بدین بخورن. بعد از آهنم بهتره با یه دستمال نمدار دندونشون رو تمیز کنید یا آب بهش بدین بخوره. خیلی تاثیر داره، جلوی سیاه شدنشو میگیره. البته الان هم آهنای لیپوزومال تو بازارای ما هستن. آهنای لیپوزومال کلا همون لکه سیاه هم رو دندون نمیندازه. اگه میخوایم منابع آهن رو بدونیم که خب مهمترین منبع آهن گوشته. ما توصیه نمی کنیم به بچه ها جیگر بدین، چون به هر حال تا جایی که هممون میدونیم نظارت روی دامداری های ما اینقدری نیست که بگیم که جیگرهایی که توی بازار هست اصلاً انگل نداره، کیست هیداتیک نداره. خودتون که دیگه پرسنلین و چقدر کیست هیداتیک دیدین تا الان. همه اینا از گوشت نپخته یا جیگر نیمه پخته داره منتقل میشه. ما اصلا توصیه نمی کنیم به بچه هاتون جیگر بدین به خاطر آهنش. اگه منبعهای گیاهی آهن رو میخوایم بدونین، بیشترین منبع گیاهی آهن نخوده، خیلی خیلی آهن داره. اسفناج آهن داره ولی ما 2 تا علت داره که میگیم اسفناج رو ندین. اول این که اسفناج نیتریت داره خیلی زیاد، تا 1 سالگی بهتره ندین، بعداً هم خیلی زیاد ندین. و دوم این که اسفناج ما با ماست میخوریم تو کشورمون، آهنش جذب نمیشه بچه‌ها، به خاطر اینکه ما داریم با یه منبع کلسیم غنی اسفناجمون رو مصرف میکنیم. حبوبات اگر بیشتر از 8 ساعت خیس بشن و بعد استفاده بشن، آهنشون خیلی در دسترس تر میشه. یعنی بعد که میپزین و استفاده میکنین، جذب آهنش تو بدن بچه‌تون بالاتر میره. یه نکته مهمی در مورد شیره خیلی فکر میکنن شیر آهن داره. 2 تا شیره شایعی که تو کشور ما استفاده میشه، یکی شیره انگوره، یکی شیره خرماه. شیره انگور هر 1 لیترش، هر 100 سیسیش 0.3 میلی گرم آهن داره. یعنی شما اگه بخواید به یه بچه‌ای معادل 1 سیسی قطره آهن شیره بدین، باید تقریبا 5 لیتر شیره رو بهش بدین بخور، که یعنی اصلا منبع آهن حساب نمیشه. شیره انگور اصلا منبع آهن حساب نمیشه بچه. و در ضمن خیلی کالری بالایی داره، قند آزاد محسوب میشه. چه خاصیتی داره شیره؟ 2 تا خاصیت داره. یکی این که میزان ویتامین C خیلی بالایی داره، بنابراین میتونه جذب آهن رو بیشتر کنه. خب این یه نکتهشه. 2 این که منبع غنی از ویتامینای بیه، بنابراین ما نمیگیم استفاده نکنین، ما میگیم زیر 1 سالگی محدود باشه استفادهش، بعد 1 سالگی خب میشه استفاده کرد. یه نکته دیگه شیره خرماه. بچه شیره خرما تقریبا هیچ خاصیتی نداره. خرما خودش یه منبع غنی از فیبر و ویتامین است، ولی وقتی حرارت میبینه خرما تمام خاصیتاش از بین رفت. خب شیره رو با قاعدتا میپزنش دیگه. خرما اگر حرارت دید تقریبا خواصش از بین رفته. پس شیره خرما همون خاصیت‌های شیر انگور هم دیگه نداره، عملاً فقط قنده. خب در مورد زینک